هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، در حدیثی که از ابی امامه باهلی آمده است، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند: اذا اراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته قالوا وما طهور العبد قال عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه. یعنی وقتی که الله به بنده خیر اراده کرد، خیر خواست، پیش از مرگش او را پاک می سازد. گفتند و پاکسازی بنده چیست؟ گفت عملی صالح است که آن را برایش الهام می کند، حتی بر آن عمل جان او را می گیرد. این چی معنا دارد؟ معنایش چنین هست که کسانی که اطاعتکار هستند، امر الله سبحانه و تعالی را فرمانبرداری می کنند و از آنچه نهی کرده است اجتناب می ورزند، بر طاعت الله سبحانه و تعالی عمر خود را سپری می کنند، الله تعالی هنگام مرگشون آنها را چیزی روزی می دهد که آنها از خودشان راضی می شوند و سعادتمند می گردند نفس های آنها. پس آنها را به حسن خاتمه نیک اکرام می کند، عزت می فرماید. در این لحظات قطع کننده، در این لحظات قاطعانه ای که اولین قدم ها، اولین گام های است به دار آخرت. یعنی کسانی که اونها در طاعت الله سبحانه و تعالی هستند، فرمانبردار امرش هستند، از آنچه نهی کرده از آن دور نیستند و حیات خود را به طاعت الله سپری کردند، الله تعالی پیش از مرگشان برای آنها چیزی را روزی می‌گرداند که آنها راضی می‌شوند، سعادتمند می‌شوند. اون چی است؟ اون چیزی که برای آنها می‌دهد این است که حسن خاتمه برای آنها نصیب می‌گرداند. آنها را اکرام و عزت می‌کند با حسن خاتمه در آخرین لحظه‌هایی که لحظه‌های حل کننده هستند و این اولین قدم‌هایی است به دار آخرت، یعنی وقت مرگ. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که اذا اراد الله بعبد خیرا، یعنی وقتی که الله تعالی برای او، یعنی برای بنده اش خیر و توفیق را خواست، طهره قبل موته، یعنی او رو پیش از مرگش از گناهان و معصیت‌ها پاک می‌سازد. از این جهت پرسیده شد پیامبر صلی الله علیه و سلم که و ما طهور العبد، طهور و پاک سازنده اون بنده چیست؟ یعنی الله سبحانه و تعالی چگونه او را پاک می‌سازد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت عمل صالح، یعنی از جنس عملهای صالح، یعنی همه نمود عمل صالح، هر کار و گفتار خوبی که هست از این جنس او را موفق می‌گرداند. یلهمه ایاه، برایش الهام می‌کند، یعنی بر دوام بر اون عمل بودن را برایش روزی می‌دهد که دائم دیگر اون عملهای نیک را انجام می‌دهد. و الهام اصلا چیزی است که در قلب انسان یعنی الهام کرده می‌شود.
حتی یقبضه علیه، یعنی حتی یرزق الخاتمه و هو یعمله، تا آن اندازه این عمل صالح را انجام میدهد که در حالی که انجام داده است الله سبحانه و تعالی خاتمه او را مقرر میکنه. یعنی آخرین لحظه حیاتش در این عمل صالح است. بنده میمیرد و او در حال انجام دادن این کار نیک است، این گفتار نیک است. این یک معناش است. معنای دیگرش این است که الله تعالی برای او توبه کردن را الهام میکند و بر دوام بر طاعت ها بودن الهام میکند که دیگر دائم میبینی که توبه کرده ایستاده است، دائم در طاعت الله سبحانه و تعالی هست، با هر چیزی که مخالفت شریعت است میبینی از آن اجتناب می‌ورزد. این یکی از معناهای دیگر این حالت هست که الهام میکند برای. یا اینکه به مصیبت ها گرفتار میشود. این بلاها و مصیبت هایی که سر او میآیند اینها مکفرات هستند، یعنی که کفارت اون خطاها و گناهانی که انجام داده است میباشد. الله سبحانه و تعالی به این صورت از پلیدی ها، از گناهان او را پاک میسازد. با وجود اینکه این چیزی که به او از مصیبت ها میرسد این را خوب نمیشمارد، یعنی گمان میکند که این چیز ناخوب هست یا به سرش یک چیزی میاد، ولی انسان مسلمان اینها را از جانب الله سبحانه و تعالی وقتی که میاد قبول میکند. و عسى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. شاید شما چیزی رو بد میبینید که اون برای شما بهتر است. و عسى ان تحبوا شیئا، و شاید چیزی را شما دوست میدارید که هو شر لكم، اون برای شما بد است. سوره بقره آیه 216. در این حدیث اظهار رحمت الله عز و جل است به اهل ایمان، که اهل ایمان رو الله عز و جل چگونه رحمت میکنه، چگونه نسبت اونها مهربان هست، چگونه اونها رو به طاعتش موفق میسازه، که اونها میبینی دائم کار نیک میکنن، دائم در طاعت الله هستن، نه تنها در این عبادت های نماز و روزه و حج و زکات و امثال اینها، بلکه در نیکی کردن به پدر و مادر، معامله خوب کردن با همسایه، رفتار خوب کردن در جامعه و امثال اینها صدها صفت‌های امانتداری، راستگویی، راست قولی و امثال اینهاست، خاکساری اینهاست که اونها موفق به این عمل‌ها می‌گردند. و حسن خاتمه، اظهار رحمت الله سبحانه و تعالی است و موفق گرداندن آنها بندگانش هست به طاعت‌ها و حسن خاتمه، که خداوند برای اونها موفق می‌گرداند که آخرین لحظه‌ای که جان آنها گرفته می‌شود اینها در کار نیک هست. این دلالت به عاقبت خیر این بنده. الله اعلم و اعلم بالصواب.